یه روز یه زنبور عسل، شما فرض کن مثلا حاج زنبور عسل، دنبال یه گل خیلی خاص میگشته که یه عسل خیلی خاصی تولید بکنه از این. صبح از خواب پا میشه، سریع دستوراتشو میشه رو از خونه میزنه بیرون، میدوه میره تو صحرا و هرچی گل هست دونه دونه امتحان میکنه. به اون گل خاص نمیرسه. تا دم غروب دیگه ناامید شده بوده از اینکه اون روز گل خاص رو پیدا کنه. برمیگرده به سمت خونه، خسته و کوفته که آروم داشته اومده به سمت خونه. یه دفعه میبینه یه گل متفاوتی و نزدیک خونه شونه. میره امتحان میکنه و میبینه اون گل خاصی که دنبالش میگشت که عسل درست کنه همونه. تو خیلی از موارد اون چیز خاصی که دنبالش میگردی جلوی چشته. چون فکر میکنی برای پیدا کردن چیزهای خاص باید راه بیفتی، بری جای دور یا پول زیادی هزینه کنی یا وقت زیادی صرف کنی، خیلی موقع اونی که جلوی چشت هست رو نمیبینی.